بچه ها این ویدیو دوممه و من میخوام بهتون یاد بدم که یه دونه چیز طراحی کنید، یه دونه گلدون. اول از همه میاید یه بیزی بالای صفحتون میکشید، یه بیزی این شکلی. من حالا آموزشام اینجوری نیست که فقط یه چیزا آموزش بدم، آرایش، هنر، فقط این نیست. یعنی میتونید از من حتی آشپزی یاد بگیرید، بعدش هم میتونید کارهای خونه رو یاد بگیرید. فعلا این یکی هنره که دارم بهتون یاد میدم. خب یه بیزی میکشیم، 2 تا خط پایینش میدیم، از گوشاش 2 تا خط به پایین میدیم. یه بیزی دیگه هم وسطش میکشیم، 2 تا خط رو میاید میکشین به این بیزیه، از همون خط میدین پایین اینجوری. حالا میایم پایینش رو میخوایم بکنیم، یه خط کنارای اون بیزیمون رو اینجوری میکنیم. بعدش میایم به پایین، خطا رو میدیم به پایین. صفحتون رو برعکس میکنید. الان برعکسش کردم، اینجوری شد. دوباره یه بیزی کوچیکتر میکشید بالای بالاش اینجوری، یعنی صفحمون رو برعکس دیگه اینجوری. حالا یه بیزی یه ذره بزرگتر ازش میکشیم، این شکلی. خب حالا دوباره صفحمون رو همین شکلی میکنیم و خطامون رو میاریم پایین و به اینجاها میدیم و این خط کوچیکه پایین رو به این خط وصل میکنیم. این شکلی. یه خط دوباره اینجوری میکنید، وصل میکنید به خط اینجوری میشه. حالا این گلدون ما بیزیه که وسطش بیزیای این 2 تا بیزی وسط رو پاک میکنید. حواستون باشه خطا رو پاک نکنید، فقط اون بیزی ها رو پاک کنید. اگه خطا پاک شد دوباره خطا رو بکشید. این شکلی میشه. بیزی پایینیش هم پاک میکنیم. این شکلی. یه بیزی بالا داریم، یه بیزی پایین. فقط 2 تا بیزی داریم. حالا این بیزی کوچیک خط
خط بالاییش رو پاک میکنیم. و خط پایینی بیزی میمونه. خط بالاییش رو پاک کردیم، خط پایینیش میمونه. حالا بیزی بالایی سر گلدونمونه. یه خط اینجوری میکشیم، این یه انگشت، دوباره یه انگشت دیگه، این انگشت، وگرنه انگشت نمیکشیم، شاخه اون گلامونه. این شکلی توی اونا رو رنگ میکنیم یه جوری که انگار سیاهه. گلدونمون رو رنگ نکنیم، ما فقط اونایی که شبیه انگشته. تا اینجا فعلا یه انگشت باقی مونده. اون یکی انگشتم رنگ میکنم. اینجوری میشه، اینجوری. حالا میایم که توی گلدونمون رو رنگ کنیم. سمت چپ سیاه. الان بهتون نشون میدم. اینجوری. حالا شما سمت راست میبینید، ولی وقتی این ورش میکنم خودم برای خودم سمت چپ میبینم. حالا یه ذره کم رنگ تر از اون سیاهه، یه ذره. فعلا که اینجوری میشه. حالا میایم گل رو بکشیم. یه پیچی کوچولو میکشیم اینجوری. اینجوری پیچه کوچولویی میکشیم. حالا اون سرش رو یه برگ گلامون میشه. حالا برگاش تموم شد. 2 برگ، 3 برگ، 4 برگ، 7 برگ، 8 برگ، 9 برگ. اینجوری میشه. حالا بازم میریم. اینجوری.
فعلا اینجوری میشه. داخل اون وسط نقطه هم سیاه میکنیم. میگید چرا هی سیاهه؟ من که اولش گفتم طراحی و سیاه قلم. حالا بقیه‌شو میخوایم یه گل دیگه کنیم. حالا به نظرتون این دوتا رو چه گلی کنیم؟ خب معلومه یه برگ شاخ داریم، 2 برگ شاخ داریم، 3 برگ شاخ داریم، یه کاسه نیم کاسه. بازم یه برگ شاخ داری، 2 برگ شاخ داری، یه کاسه نیم کاسه. حالا این یکی و وسطش رو سیاه نمی کنیم، توسی می کنیم. البته رنگ توسی نه، سیاه و آروم می کشیم توسی میشه. این طراحی طراحی سیاه قلم، نه بعد از هیچ رنگ دیگه استفاده کرد، فقط سیاه. یه گل دیگه من حالا بهش اضافه میکنم، چون من میخوام بهتون یه گل خیلی دو تا گل خیلی خوشگل نشون بدم. اولیشو بذارید براتون بکشم. اینم از اولیش. حالا با رنگ بنفش کنید خوشگل‌تر میشه، ولی سیاه قلم. حالا دومیش اینه. سومیش این گله، همین که سر سفره عید میذارن. گل اسمش یادم رفت. حالا چهارمیش یه گل آرامش بخش و اسمش هم هست استخوان-دوس. الان میکشم. البته استخوان-دوس رنگش بنفشه. من توسی حالا رنگش میکنم، چون رنگ بنفش ندارم. این گل. بقیه گلاتون هم اگه دوست دارید توسی رنگ کنید، اگه دوست دارید رنگ نکنید بذارید سفید باشه. من که نظرم اینه که توسی رنگ کنید که بیشتر شبیه سیاه قلم بشه. و یه امضای کوچیک. یه امضای کوچیک هم میکنیم که نورا صادقی. و اینم از نقاشیمون با امضای کوچیکمون نورا صادقی. امضای من البته. بای بای.